سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما دوستان و همراهان عزیزم، پارسی زبانان عزیز در هر کجایی از این جهان که هستید. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع بر وفق مرادتون. امروز در خدمتتون هستم با یک برنامه دیگه از انرژی خوانی تاروت برای عناصر چارگانه. ترتیب خوانش به ترتیب از عنصر خاک، آب، باد، آتش. خاک، آب، باد، آتش. در کپشن هم می‌نویسم که بخونید متوجه بشید چطور هست. قبل از اینکه این برنامه رو براتون داشته باشم ازتون میخوام که محبت کنید چنل من رو سابسکرایب کنید، این پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید، کنارش علامت زنگوله رو هم بزنید که بهتون اعلام داده بشه من کی برنامه دارم. لایک و کامنت هم یادتون نره، ممنونم. خب عنصر خاکی های عزیزم، متولدین اردیبهشت، شهریور، انرژیتون رو همسو کنید ببینید پیام‌های این ریدینگ برای شما عزیزان چه هستش. به نظر میاد در حال حاضر مقدار نگران هستیم و بر سر تردید یه سری، بر سر دوراهی یا تردید برای انجام یه سری کارهاتون، امورات کاریتون، مالیتون، پولیتون میخواین یه اقدامی رو انجام بدین، یه مقدار شک و تردید دارین که این کار رو انجام بدم ندم، خوبه بده. ولی چیزی که پیش روی شما قرار داره قطعا اتفاقای خوبیه، چون اینجا دو سکه، دو شمشیر مقابلش دو سکه قرار داره. پس میگه تردید شما بیهوده است، بیفایده است. این اصلا مهم نیست. مهم اینه که قطعا از این چالش، از این دوراهی بیرون میایین و این مسیر کاری که میخواین شروع کنین و یه مقدار شک دارین خوبه براتون، چون داره به یه بازدهی عالی اشاره میکنه. مراقبه و مدیتیشن رو توصیه میکنه، 2 بار هم داره تاکید میکنه، میگه برای اینکه این چالش‌های ذهنیتون، نگرانی هاتون برطرف بشه، حتما مراقبه و مدیتیشن میتونه بهتون کمک کنه. خبرهای خوب شادی آفرین جمعی رو برای شما میبینم. تشکیل خانواده یا خوشحالی جمعی خانوادگی برای شما قطعا نزدیک هستش. رومرات بیزینستون، کاریتون، مالیتون، پولیتون قطعا اتفاقای خوبی داره براتون دیده میشه. اگر هم سر یه سری موضوعی احساسی نگرانین، حالتون به هم ریخته، افکارتون نگرانه، میگه که سعی کن تمرکز داشته باشی، بدون که از این رابطه چی میخوای بعد تصمیم بگیری. عجولانه تصمیم نگیر واسه رابطه احساسی. یه مقدار شاید با صحبت کردن و حرف زدن و اینکه بررسی روانشناسی مشکل عاطفیتون بتونید اون رو حل کنید. قطعا از موضوع نگرانی های احساسی هم بیرون خواهید اومد. پولای خوبی داره براتون میاد، یه خبر یا نامه یا بسته از راه دور دارید و روی بیزینس و تجارت براتون عالی افتاد. یه کار جدیدی که براتون شروع میشه که شک و تردیدها راجبش بیهوده است، چون به زودی این شک و تردیدهای شما از بین خواهد رفت. خیلی عالیه. فرشتگان هم دارن به صلح و سازش اشاره میکنن براتون. قطعا آرامش و صلح درونی براتون اول اتفاق میفته که این باعث آرامش و صلح بیرونی هم خواهد شد. امید به خدا. بریم برای عنصر آبی های عزیز، متولدین تیر، آبان، اسفند. خب شاید از نظر خودتون هرچی تلاش دارین میکنین، گره ها و در واقع استعدادها و بستگیاتون باز نمیشه، ولی اینطوری نیست. چون که فکر میکنم شما دچار یه سری درگیری های ذهنی هستین و در واقع شرطی های منفی هستین که باید اونا رو پاک کنید. این بندها و این گره ها رو خودتون به دست و پای خودتون زدید، میتونید راحت اینا رو بازش کنید، چون که استرنگ در واقع نیرو، قوه، قدرت، نیروهای پنهانی دارید در شما وجود داره که میتونه به شما کمک کنه که از این چالشی که الان دوچارش هستید بیرون بیایید. پس این سختی هایی که الان دارید ازش عبور خواهید کرد. عنصر آبی های عزیز، شادی و خوشحالی قطعا خواهید داشت. بعض مهمانی، شادی، خوشحالی و این پیچ سخت، این دوره سخت براتون تمام میشه. اگر که رو موضوعات قانونی یه سری مشکلاتی وجود داره، این حل خواهد شد. حمایت خواهید داشت و در واقع قرارداد و قراردادهای خوب یا حمایت‌های قانونی، حل شدن مسائل قانونی، اجتماعی یا کاری براتون دیده میشه. سند یا ارتقای شغل، سند قرارداد کاری یا ارتقای شغلی هم براتون دیده میشه. تلاش شما نتیجه مثبتی داره، همچنان ادامه بدید.
تلاش با انگیزه قطعا باعث خلق اتفاقای خوبی میشه. پرقدرت و پرتوان به خواستتون خواهید رسید. انرژی های خوبی رو به زودی دریافت میکنید از کائنات. خیلی عالیه. همه چیز داره هماهنگ میشه که ایشالا این پیچ سخت و شما عنصر آبی ها ازش عبور کنید. خودتون هم بخواید به خودتون کمک کنید، قطعا که خبرهای شاد زیادی رو به زودی دریافت میکنید. خب فرشتگان میگن که یه ذره زمان بده، فرصت بده به خودت برای اینکه در واقع یه بازبینی در خودت داشته باشی، یه تجدید نظری در خودت بکنی که قطعا این تجدید نظر بازبینی میتونه بهت کمک کنه ایده های جدیدی رو تولید یا خلق کنی و به هدفت نزدیکتر بشی. به زودی ایشالله برای شما عنصر آبی های عزیزم بیرون اومدن از گره ها، ناراحتی ها، انسدادها، سختی ها، مشکلات دیده میشه و به یه آرامش و شادی رسیدن. به خدا. این هم برای شما دوستای عزیز عنصر آب. بریم برای خوانش دوستای عزیز عنصر بادی متولدین خرداد مهر بهمن. خب عشق دو طرفه، خبرهای خوب عشقی، ایجاد یک عشق. اگر سینگل هستین انشالله عشق قدم میگذاره توی زندگیتون و خبرهای خوب عشقی میبینم. صلح، آشتی، امنیت عشق احساسی، از لحاظ احساسی به شادی و آرامش میرسید، به پیوند، ازدواج برای سینگلا. لاورز رو دارم میبینم به سرعت، به شتاب، به زودی. خیلی خوبه. کلیدای خوبی رو دارم براتون میبینم. خیلی 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 عالی. از لحاظ مالی پولی هم داره پولای بزرگی براتون میاد. یک راه سفری رو در پیش خواهید داشت و سفری که میتونه سفر کاری مالی باشه یا مهاجرت باشه اگر نیت دارین. به زودی میبینم که خیالتون راحت میشه راجع به اون چیزی که الان فکرتون درگیره بابتش. یه وام یا پول بلاعوض، وام بلاعوض یا یه مال خودتون، ارث هم میتونه باشه بهتون میرسه. انشالله از این تنگنای مالی بیرون میایین. توی امورات کاری مالیتون هم پیشرفت داره دیده میشه و خبرهای خوب روی یک وعده نزدیک. خیلی زمان نزدیک، اصلا کلا همه زمانا شما زمان رو تو ذهنتون به یاد بیارین. همون زمانی که میخواین روش در واقع انرژی بدین همون زمان براتون میشه. اقتدار، امنیت، آرامش، صلح، رفاه رو براتون میبینم خیلی خیلی زود. خب فرشتگان هم دارن میگن که یک موضوع براتون به شفافیت و وضوح میرسه. خبردار میشید از یک سری موضوعی که میخواین مطلع بشین و این آگاهی و این وضوح براتون خیلی خوبه و خوشحال میشین که یک موضوع براتون مشخص میشه، جواب مثبت دریافت میکنید. اینم از کارت فرشتگانتون. بسیار عالیه. این برای عنصر آتشی های عزیز متولدین فروردین، مرداد، آذر. چه عالی. خیلی عالی. خیلی عالی. به نظر میاد که شما عنصر آتشی ها متولدین فروردین، مرداد، آذر، خب سختی داشتین، شکستایی رو داشتین، مشکلاتی رو داشتین، شاید در حال حاضر هم یه سری درگیر مشکلاتی باشین، اما میگه که پشت این سختی ها، پشت این شکست ها شادی، خوشحالیه و پایان یک دوره، شروع یک دوره خوب. این براتون دیده میشه. یا اینکه اگر چیزی رو از دست دادین، تله شکست، دوچار تله شکست هستین، به زودی از این تله شکست خارج میشین و خودتون به خودتون کمک میکنین که دیگه گذشته داره میگه در گذشته و این رو هی به خودتون مرور میکنید و انشالله از فرکانس گذشته خارج میشید. در لحظه دم بودن رو داره به شما تاکید میکنه و اینکه طبق برنامه‌ریزی شما همه چیز جلو خواهد رفت. جایگاه خوب مالی، ارتقای شغلی، پولای خوبی که به دستتون میاد و حرکت به سمت موفقیت، پیروزی، خواسته ها، آرزوهاتون دارین به سمت رویا خواستتون حرکت میکنید. اتفاقای خیلی خوبی برای شما در جریان هست. نیروی اراده شما تو این قضیه، توی اموراتتون یا هدفتون خیلی بهتون کمک میکنه. با اراده و انگیزه عالی و با برنامه‌ریزی شما عنصر آتشی ها این پیچ سخت، این شکست ها، این ناراحتی ها رو قطعا پشت سر میگذارید. اگر که از یه جهت دیگه بخوام تفسیر کنم، اگر عزیزی رو از دست دادید،
بدونید که اون عزیز در یک فرکانس خوبه، یک بود خوبه. فرکانس نمیتونم بگم، بگم در یک بود خوب داره، زندگی خوبی رو داره. شما فقط براش خیرات بدید یا حالا براش انرژی خوب بفرستید. بدونید که اون حالش خیلی خوبه و دوست داره شما شاد زندگی کنید، از خوشحالی شما شاد میشه. برای عزیزان از دست رفتتون خیرات بدید، خیرات یا کارهای نیک انجام بدید، خیلی بهشون خواهد رسید. شما یک مسیر جدیدی رو براتون میبینم، یک هدف جدیدی که به شروع به انجامش خواهید داد و خیلی عالی هستش. 3 خبر شاد پشت سر هم برای شما آتشی ها دارم میبینم. خب شرایط جدیدی براتون فراهم میشه. فرشتگان به شما میگن که قدرت‌های خیلی عالی، انرژی‌های خوب، دریافت خوب، آینده نگری، حس شهودی که در شما در حال تقویت است به شما کمک میکنه. بیشتر به شهودتون توجه کنید، به حس مثبتتون، نه حس منفی، شهود مثبت. تغییرات 180 درجه‌ای مثبت برای شما دیده میشه و روی حتی اگر نیت احساسی یه سری مشکلاتی براتون پیش اومده، گره‌هایی هست، قطعا شادی دارید به زودی و خوشحالی احساسی هم براتون دیده میشه. اینم برای شما آتشی ها. امیدوارم که از این انرژی خوانی استفاده لازم رو برده باشید و ممنون میشم که همچنان چنل خودتون رو همراهی کنید، لایک، کامنت، سیو، ارسال برای دوستانتون، پیجم برای کانالم برای دوستانتون بفرستین. لایک و کامنت یادتون نره. ممنون میشم این پایین دکمه مشترک شدن یا سابسکرایب رو بزنید، کنارش علامت زنگوله رو هم بزنید که بهتون اعلام داده بشه من چه روزایی برنامه دارم. احتمال اینکه لایو هم بخوام بذارم توی همین چنل زیاد هستش و احتمال زیاد برنامه‌های مدیتیشن هم به زودی باز در این چنل براتون ارسال خواهد شد. مدیتیشن های در واقع رفع استرس، بالا رفتن سطح ارتعاش و رهاسازی افکار منفی. حتما به زودی براتون مدیتیشن رو در همین چنل خواهم داشت. ممنونم از همراهیتون. همه شما عزیزانم رو در هر کجای این جهان که هستید به خدا میسپرم. در آرامش باشید. فعلا تا برنامه دیگر و ریدینگی دیگر یا